سلام، صبح بخیر. سلام بچه، تو چقدر سرسیخی؟ منظور سرخیزه؟ اومدم برای وام. من حسابی اومدم برای وام، نه قبل. آقای قبر من اثر قبر رو بیارم. میخوام ببینم تو حساب برای بورم چنه. تو با گوتوشی؟ کارمند که چرا وام نمیده؟ لابد نداریم که نمیده. معلومه که اون آقا ریتم که نداری. سلام، اومدم برای وام. 2 تا ضامن معتبر، 2 تا ضامن نامعتبر به همراه گروگان، گواهی فوت پدر بزرگ مادری، 2 تا دستبافت قرمز پادری، عکس لاگن از سمت چپ سینه، گواهی واکسن آری، عکس کاسه زانو، عکس چروپات بدون ترک، عکس 2 نفره با مسی، عکس دندون بیریشه بیبیت. گوته خوردم نمیخوام. الو، شبا میکنم. گفتمت شبا میکنم. قربون دستت، شب نشدی کارمون راه بنت ما بریم. من چند ماه دیگه بدم تمومه. تو اقدا بابیدی. قصه میگم نپا من دارم بهت قصه میگم. بینگ بینگ بینگ. آقای کلام پیش نوبتته. برو جهنم شو، خودت کلن انگاری عدس پهنو. اما چی میگه یه همکار داره میگه سقفش پره. اما بنده خدا میگه سقش پره، سقف نار بخوره بیا. ZVPN ضامن وام اگر شدی پوکیدنت با ما نیست. آقا وام بانکی هم داری؟ مرد حساب اینجا بانک وام خاله زنه که خود نداریم، ازاد بمونه با این سوال کردنت. حاجی در خدمتم. میخوام برام شواش کنی. وای شباش. حاج خانم تو حسابت پول نیست. من نمیدونم، لابد خودتون ورش داشتین. همه رو برق 4 فاز میگیره، ما رو پیرزن مثبت 100. این دستی که ما چرا صادر نمیشه؟ دست چک میخوای؟ مردی که کلاهبردار چک باز نکن. این دست چک. جناب بالاخره من ضامنم اومد. زامه چه انی بیا برو سیستم قطعا. بچه سی چک صفرش از صفری که تو مدرسه گرفتم بیشتره. آقا ببخشید شما صندوق دارید؟ نه حاجمکم. نام به نام خانوادگی؟ ببراز شیرافکن. میگم آب ابراز روم به دیوار وام نداری. چرا نداری؟ اما خدا وام تو پاس میگیره با یه اسم خودکار جا آدم کنه بنویسه. خداحافظ. آبا اگه میشه خودکارو نوا. خدا سر زور اسنپ هم گیرم یا مردی من گشنه ای. حالا با خوبی متی بانک فدرال به استفاده علی از خرطونی گوش به ارسلان تو گوشی بده ارسلان متی بانک فدرال با استفاده بیا